اگر شما هم وقتی که توی برنامه کپکات متنی رو تایپ میکنید به این صورت نمایش داده میشه، کافیه که تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. سلام به همه دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. توی این آموزش قراره یاد بگیریم که چطور مشکل فارسی نویسی برنامه کپکات رو حل کنیم. بعد از اینکه برنامه کپکاتتون رو اجرا کردید، از بخش پایین به بخش می برید. حالا از بالای صفحه آیکون چرخدنده رو انتخاب کنید تا وارد تنظیمات برنامه کپکات بشید. حالا در این قسمت بخش اپ لنگویج رو انتخاب کنید. بعد از اینکه وارد اپ لنگویج شدید، توی این بخش زبان عربی رو انتخاب کنید. بعد گزینه دان بالای صفحه رو انتخاب کنید. حالا وقتی که بیاید و پروژه جدید ایجاد کنید، بعد متن مورد نظرتون رو تایپ کنید، مشاهده میکنید که مشکل فارسی نویسی برنامه کپکات رفع شده و شما میتونید هر متن فارسی با هر فونت دلخواهی که خواستید توی برنامه کپکات روی پروژهاتون ایجاد کنید. ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگه این ویدیو براتون کاربردی بود، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.